شما میخائیل میشناسین؟ انگلیس تاجیکی نمیدونم. خیلی میخونه؟ چند میشه چلو تاکا؟ یا کبرگاناتی سازون است خودش. برین اکا. برین کدام کوسنا خریبو. سلام دوستان عزیز. خیلی که همه شما میدونید وقتی که کوچکر قطی سمندر پرو دیدن اینک بفهمین که برنامه میشناسی یا نه. دوستان عزیز در این برنامه ما یکی از سراینده جوان است دعوت کردیم که نه در تاجیک ماننده نه در امریکان است. اینطوری خودش تاجیک است نه که نامش روسیه است. کاروچی ایرا ریمیکس میگن. ریمیکس باکس نه. دوستان عزیز اینک برنامه میشناسیونه را آغاز میکنیم با سراینده جوان میخائیل. ما را پیراه باشین، ما با شما با ما. السلام علیکم برادر عزیز. سلام علیکم برادر عزیز. خوش اومده با برنامه میشناسیونه. شما برنامه را تماشا میکنید یا که نه؟ بله. همین شما در برنامه میشناسیونه از اشتراک کردین. شما صنعتگاه تاجیک میشناسین یا نه؟ بله خیلی میشناسیم. سرودهای تاجیکی، کلیپات، سرودهای بسیار تیونا گوش میکنین یا نه؟ شما صنعتکار جوان میخائیل میشناسین؟ بله میشناسم. با کدام سرودها؟ همین حتی خطیب بابای فایز میخونه کو چتا بگو. نه که معقول نیست بعدش. شما معقول نیست؟ میخونه چون خیلی میخونه؟ اکا جون شما اگر هم سراینده پیش شما بیا شما گفتم میدونی که همین خیلی میخونی. بله چی بنه؟ آخ میگویشا. چی گفتی سعید؟ هر تو نه چی خیلی میخونم میگم. ما چه من نفهمیدم آوازی خرکس یا آوازی گوسپند؟ سمندر؟ جان آخی جان لیلی دیلم کبابای در تای خانه دیگه من است. بیا یک آدم بخوابتم خیلی باید بیمانی میخونی که باور که این یک کارم خواب این یک کارم خواب. سلام علیکم برادر عزیز. خوش آمدید با برنامه میشناسی یا نه. نام شما کجا؟ نام ما امید. اکا امید جان خیلی خوب. شما برنامه میشناسی یا نه را تماشا میکنین یا که نه؟ کم بهترین. یعنی سراینده‌های تاجیک یعنی سرودهای تاجیکی گوش میکنین؟ گوش میکنم. بهترین. شما هنرمندی جوان، هنرمندی که آوازی بسیار مرغوله‌دار میخائیل میشناسین؟ میشناسین. بهترین. با کدام سرود هم او شخصا میشناسین؟ راستی گوش میکنم. تیونا میخونه بسیاری خیلی. از سرودو شاکی خیلی نمیدونم. چاما میگم. تاما میگم. بهترین. شما یعنی که یگان رو پیش دیگه میخائیل؟ تویا دیگه. فقط تویا. خیلی خاطرش همسوباش دیگه نیستین. اگر همون شخص از در جای ما برآمد کنه مقصد شما همون را میگن که یگان سرودا که ما معقول نیست امی هستای شما دارم خیلی گپو. میگم خیلی معقوله میگم سرودا. معقوله سروداش. بهترین. سلام علیکم. سودین اکا. نازین سلامتی رسول. سلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام. خوش آمدین با برنامه میشناسی یا نه. نام شما؟ رستم. اکای رستم بسیار نامی بهترین. رستم و داستان. برادر عزیز شما میشناسی یا نه برنامه را تماشا میکنین یا که نه؟ میشناسم میدونم میفهمم تماشاشو میکنم. بهترین. یعنی شما سرودهای تاجیکی گوش میکنین؟ چی بانه؟ بهترین. یعنی سراینده های تاجیک هم میشناسین؟ باشه گابزا. کی باشه الان سوال میتونم شما میخائیل میشناسین؟ خیلی دانگارگی سبیستونه. یگان باید چه بگین اکا جون؟ سبیستون یک شاگردی بابای کیه او چیه او؟ کیه سراینده یعنی که تاجیک او خیلی دانگارگی. بچه چی بانه؟ یعنی سروداشو گوش میکنین؟ خاک بولی منی یکی یگان شما در معقول هست یا که نه؟ بهترین. یگان ای پیش دیگه شو. ای پیش خاطی بابای فایز دیدگیش. بهترین. یعنی که هنرش شما قدر میکنین؟ قدر میکنم چی بانه؟ شما گفتین که همو سراینده دوام بده یا که نه؟ دوام بده ابیزت نه او دوام بده. او آینده ما او داتو آواز خوبه کی همه نوتوش میرسن. اگر همو شخص در جای ما برآمد کنه شما را همین سوال بده شما همو را ببینید میشناسین پیش؟ نشنه.
میشناسم بهترین دوست بکوی تا رسیدن مشکل صدر کان حاضر سلامتی استاد ای جان دادن روی تا ندیدن مشکل استاد 50 سوم شرف میکنیم که بلکه نور تا گرفتگی تا самандар ҳун оҷо редеси шарбати зардолу баъдин дору бё мерем ой саг мехӯрем ягон то تو تشنه تی سوالتی نرفتی مردا گوری бё бура саволш метем бё брем السلام علیکم برادر عزیز چند سیمیشی چالو تاکا یا کبرگامناتی ساودون است خداش برین اکا برین کدام کوسانا خربو السلام علیکم اکا جون ایداش خا گذاشت اکا جون چند چهار مارک جام کردی اکا مردا گوری کنه 50 تا زوجکا جام کردم زنده باش اکا جون شما در برنامه مشینسیونه اشتراک هستید شما برنامه را اگه تماشا کردید یا نه تماشا کردیم بهترین شما صنعتکار تاجیک میشناسین بله میشناسیم سرودهای تاجیکی گوش میکنین بله شما صنعتکار یعنی که حافظ جوان میخائیل میشناسین بله میشناسیم قطعی بابای فیض میخونه او چت تابوگو زوری بد میخونه دا دیدی با تو میگی نمیشناسن دیدی که اون باید چقدر مشهوره یعنی که چخله همون باید او چت تابوگو دیگه مرا بعد شما میگم اتم تاکسی میزنه سلام علیکم پول آب دشم بیودن غیر میزنه самандар айра у пара будем фақат ма қабидам пирсидам савол додам ака айра пара ки гузаштем ту дамҷон тақсимиш кесаен ассалому алайкум ака ҷон шумо хуш омадед дар барномаи мешиносиёне шумо барномаи мешиносиёнеро тамошо кардед ё не бале беҳтарин шумо ҳамин санъаткори тоҷика мешиносед ё не бале мақсалан сурудҳои тоҷикӣ гӯш мекунед бале шумо санъаткори ҷавон михаила мешиносед бале бо кадом сурудош мешиносед чата бугу دیگه مرا چیم چی نگه به غز اوچا دیگه چی نمیگن نمیگه اخی سرداش هستن بیاد تای بکنه خیلی وایده بخونه یعنی که همون سرایدار شما بشناسین بله سرداش قدر میکنین همون چی گفتن شما گفتن که مقصد همون آدم همون باید خونیشنه سرود خونیوش دوام بده یا که بس کنه دوام تا سرودای ساز میخونه همین توی دا میگن زور میخونه زور میخونه میگن او راست ساز اگه مقصد گپ که گپ سر میره که همون سروداش در شما معقول هست یا نه بله اگر در اینجا در جای کوچکار بد می کوچکار کچوک میگن دا در جای کوچکار بد می میخائیل باشه شما یگون چی گفتنی هست مثلا یگون درخواست باشه بله چی گفتن مثلا چی میگوین خوش به حالش که خیلی سراینده خوشرو هست بعضی بچه که سوزه آوازش یعنی که آواز گیزاله آواز کشمپرکنتشانتی ها بهترین اگه جا آمدید شما سلام علیکم همینجا رودم 68 جدا که رودم نمیدونم دیگه تاله بزن میشنی میریم یا برو السلام علیکم اکا جان شما در برنامه مشینسیونه اشتراک هستین شما برنامه را تماشا کردید هستین یا نه بله بهترین شما همین صنعتکار تاجیک سرودهای تاجیکی گوش میکنین بله شما میخائیل هم میشناسین میخائیل رپریسته اوه خم اوچا تابوگو میگه کو فیزه کتی کی میخونه بابای فیض کتی بهترین اما شما در معقول هست یا نه او چی بنه که مخلص هست نه بله یگان برو اپش دیگه هست یا نه دیگه نیستم خیر اگر ببینیم میشه کچکاو میزنیم اگر همونجا در جای همین سمندر کچوک اگر اون میخائیل باشه اگه اون چی گفتنی هست نه اگه گپش میگیم کوم میگیم رحمت کلون میگیم شکی بو وایده کوم سلام علیکم Hello. Hey, Aka. Ja, dekha. You speak Russian? Ho. شما میخائیل هم میشناسین؟ تاجیکی نمیدونم میدونه کوینا How are you my sister سفره Thank you very much my mother my brother самандар я бо шофёрро бупрс
ماشینش ویرانه بود زدن نکنه. نکنه. سلام علیکم برادر عزیز. علیکم سلام. شما در برنامه میشناسیونه اشتراک کردین. شما برنامه را تماشا میکنین یا نه؟ من رو سیگار یکم برای میفهمم. بهترین نکه بهترین. ولی شناس میشه اکال با میگه که کی میشه و با این برنامه تماشاش کنم. این ماشین ویران شده که؟ با یکم تر ویران شده که یک هیچ گونه بعد برنامه خودمون تلکادا میبریم ماشین تا که. شما گونه سرودای تاجیکی گوش میکنین که؟ خیلی گوش میکنیم کام بش. هنرمندای تاجیک چه خیلی مقصد میشناسن یا که نه اکثریتش بعضیش میشناسن. بعضیش. شما یکی از سرایندای جوان میخائیل میشناسین؟ میخائیل؟ نه. نمیشناسین. یعنی که همون میخائیل یک سرود خوندگیه که او چاتا بگو دیگه مرا بچه نگا. کمی سرود شنیدگیم. بهترین. یعنی کمی سرود گوش کردگی خیچه او خانه میشناسین. بله همین سرود شنیدگیم حافظ اخچه نمیشه. یک چیز گفتنیم که همون آدم سامی حافظش دوام بده که نه. خیلی هر کس چی میگم فکری هر کس هر خیلی نه که مقصد با فکری ما که ما او قدر گوش نمیکنم روسیه. میتونی فکرتون بگین اکا جان. به اینجا سخنی اوزاد. بله بله. معقول نباشه بگو معقول نیست که. نه خیلی سوزه اون گپی گنده نگفته سکو. بهترین. یعنی که همون حافظ یکم رو پیش دیگه نیست شما. نه. ببینید میشناسینش. نه دیدگیش نیستم بیدونم شما نمیشناسم. این ماشین مسئله میگه چی میگه؟ سوده نکنه. سلامتی و سوس اما نه. چو کدای ماشین؟ اینا یا پریمیچکا کردن در کروز هم کیلومترش کم تا اشتگی. اینا کجا کم تر خداوی تا اومش دگی. نصیب باشه خدا موتورت مسئله میگه دود میبره با فکر. نه 100%. 100% خیلی برای چی کاپوچوی کرده؟ ما از میرم میگم که پریمیچکا کردن در کره این اگر خودت ماشین داشته باشی پریمیچکا کنیم. ما یک ماشین داریم با پریمیچکا زورش نمیرسه و نکنه. ایدا وایرونه. انا گوش کی ماشین خودت نصیب باشه مسئله میگه کمتر سویچوت کمتر ترش دیگه هم بچه بچه. هم سویا که. ما هم استوی ما او. نشخ که. این قوسو را جمع کرده چیکار جون میکنید اینجا؟ نه ما یک ماشین اختم. کم اوفیزی هم میکنه. سلام علیکم برادر عزیز. در برنامه میشناسیونه شما اشتراک کردین. نام شما؟ اسکندر جان. یعنی که شما سراینده تاجیک یعنی سرودای تاجیکی گوش میکنین؟ بهترین. شما در هنرمندی جوان میخائیل میشناسین؟ با کدام سروداش؟ همین خشم میدم که خیلی بابای فایدش میخوام. بهترین میشناسم احسن. یعنی که شما میخائیل یگون رو پیش دیگه؟ پیش نه. اگر یکی حوز در جای ما همو اشتراک کنه یعنی که شما را ثواب بدن شما همو چی میگین هم بایداد یک خیلیش ماده معقول نیست یگون بعدش هست که معقول نشه سوزه همش سوزه یعنی که همو آفیسیا دوام بده کنه بهترین آواز اگر همینجا در جای ما سلام علیکم اکا سوزه نازنین سلامتی و اکا برنامه رفته اینجا اینجا برنامه رفته اکا جان برنامه تو نکنید ما یک دیگه بزنم ممکنه همینجا سخاوت تسنی همین وعدت کدوم تا بره اکا چی میره اکا چرس فرخور این چه صد برگه نمیشه با فیلم اکا نمیشه کی اخنا اکا کی بود کیه خیر بهترین زنده باشین سربلند باشین اینا خوب یک سلام کنیم سوزین خوبه نازنین سلامتی و سوز رحمت ما رو با برنامه‌تون دعوت کردین سالبران باشین زنده باشین یک جهان سپاس ان شاء الله خدا خواهد با میزگانی بود در نوبتی دیگری یک دسته چور بچه‌ها چند نیزوش کم است سردی کمتر بیشتر ویسوکی بیشتر همش میشه دوستان عزیز خیلی که شما همگان دیدین که میخائیل در برنامه میشناسیونه اشتراک کرد و همتون دیدین که چخل پرنگ گذشت میخائیل جان نوبت آخران با شما سخن میدیم که همین برنامه با شما چه پسند آمد یا که نه یک دسته چور نیزاش کار میکنه یک سه چور بخشش توی دانستی بخشش ما مختش دگیم زنده باشین سربلند باشین یک بارگه با کلی پرشرفی مردمی تاجیکستانمون خانوادی تنسیتی و اون در روز خانم اینک برادر ما کانال نعیم جان سیدعلی که این کانال رو بینید کشاد مثال با دستگیری هم دیگر خوب می شود و این با برادر اکمل نامی اساسش نمیدونم اگه ما کلیچ داره کوچکر تیجی زنده باشین سربلند باشین ما برای همه کلی همین مردم ها کردیم که هیچ نه یک لحظه حیاتی یک مینوت حیاتی خود رو چی کنند با شما میدونید کلتا کانترین
برای که با همه مخلصا استراحت کنم یعنی که با روبرو با مخلصا انا زنده باشین از ما در کدام کانالی بچه‌ها خواهرا برادرها در کدام کانالی مثال همین خدمت میشنم مثال چی میگن او صحبت میکنم مثال من همین گپ دارم گلاونی ما سلامتی شما رو میخواهیم ما در لایک پای که شما در کار نیست با ما میگم زنده باشین سربلند باشین یک بار دیگه توی مبارک باشه توی دایم حاج بخشش توی دایم بخشش میدونی برای چی میگه که لایک در کس برای که ولی خودش کانال نداره مزه لایک نمیفهمم عزیز همیشه با برنامه میشناسی یا نه باشید